آدم‌های شاد با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. خداوند ما را طوری خلق نکرده تا از موفقیت‌ها، داشته‌ها و افتخاراتمان نیرو بگیریم، بلکه طوری ما را آفریده که از عشق نیرو بگیریم. این روش خداوند یکی از آن روش‌هایی است که بیش از هر چیزی برای ما ثابت شده است. چیزی که ما در مورد اهمیت ارتباط و ویرانگر بودن تنهایی و انزوا می‌دانیم از همه مطالب دیگر بیشتر است. وقتی آدم‌ها از یک سیستم حمایتی قوی برخوردار هستند که در آنجا نیازها، احساسها، ترسها و چیزهای دیگر از این قبیل را پردازش می‌کنند، این گونه هستند: 1. از نظر جسمی سالم‌ترند. سیستم ایمنی بدنشان قوی‌تر است و کمتر دچار بیماری می‌شوند. 2. از لحاظ پزشکی امکان مقابله آنها با بیماری‌هایشان بیشتر است و بهتر درمان می‌شوند. 3. از نظر احساسی سالمتر هستند و استرس، افسردگی و اضطراب کمتری دارند. 4. احتمال اینکه از تلاش‌هایشان برای تغییر زندگی خود نتیجه بگیرند بیشتر است. 5. بیشتر می‌توانند به اهداف خود برسند و خیلی چیزهای دیگر. اما هر کاری که می‌کنیم و برای ما مهم است از کیفیت، مقدار و سطح ارتباط‌هایی که در زندگی داریم تأثیر می‌گیرد، هم در وجه مثبت زندگی و هم در وجه منفی آن. داشتن روابط عمیق و معنادار با سایر آدم‌ها به شما کمک می‌کنند تا به چیزهای خوبی که می‌خواهید برسید و همینطور کمک می‌کنند تا بر انگاره‌ها، رفتارهای منفی و اوضاعی که ناراحتتان می‌کنند غلبه نمایید. قدرت حمایت مردم. مشاهده ساده: هیچ وقت به آدم‌هایی توجه کرده اید که با یک اعتیاد می جنگند و بارها و بارها قسم می خورند آن را ترک کنند اما موفق نمی شوند و بالاخره وقتی در برنامه درمانی خاصی شرکت می کنند که از یک گروه حمایتی برخوردار است می توانند اعتیادشان را کنار بگذارند؟ آیا کسی را می شناسید که سالهای متوالی تلاش کرده تا کمی وزنش را کم کند و هرگز موفق نشده، اما وقتی در برنامه خوبی که از یک گروه حمایتی برخوردار است شرکت کرده بالاخره به موفقیت رسیده است؟ فردی را دیده اید که با ازدواج سخت دست به گریبان است چون طرفش وابسته و ناسالم یا اختیار دهنده بوده و سالهای سال خود را تحت کنترل یک فرد غیر مسئول، بدرفتار یا معتاد دیده و هیچ وقت نتوانسته خود را از آن وضع بیرون بیاورد، اما وقتی به یک گروه وابستگان سالم می‌پیوندد در نهایت جرأت پیدا می‌کند نه تنها حد و مرزهایی را تعیین کند بلکه خودش هم به حد بالاتری از سلامتی می‌رسد. یا در جنبه مثبت زندگی کسی را دیده اید که می‌خواسته به بعضی از هدفها برسد یا کاری راه بیندازد و فقط وقتی موفق شده که توانسته از نوع حمایت و راهنمایی‌هایی که لازم داشته استفاده کند؟ همه ما دگرگونه‌هایی مثل اینها را دیده ایم. راهکاری است که عقل سلیم هم به همین حکم می‌کند، اما فقط یک دلیل وجود دارد که چرا این روش اکثر اوقات با موفقیت همراه است. این روشی است که خداوند برای کار کردن زندگی طراحی کرده و در واقع هیچ روش دیگری برای آن مؤثر نیست. مغز، قلب، روح و جسم شما به داشتن روابط با دیگران پاسخ می‌دهند. روابط جایی است که ما نیرو، انگیزه، قدرت تحمل و خیلی چیزهای دیگرمان را از آن می‌گیریم. برای نمونه فعالیت مغز شما با حمایت تغییر می‌کنند و همینطور هم سیستم ایمنی بدنتان. خداوند مغزهای ما را طوری ساخته که از نظر شیمیایی به حمایت از جانب دیگران واکنش مثبت نشان می‌دهد و به نداشتن آنها واکنش منفی.
او قلب و روح ما را طوری آفریده که همان کار را بکنند. علاوه بر آن وقتی با دیگران ارتباط داریم جسممان هم وضع بهتری پیدا می کند. سلامتی ما افزایش می یابد، قلبمان قوی تر می شود و سیستم دفاعی ما با بیماری ها و استرس به طرز خیلی موثری می جنگد. به طور خلاصه ما به یکدیگر احتیاج داریم. پس شما توسط خداوند آفریده شدید تا به آدم‌های دیگر متصل شوید. او شما را اینگونه خلق کرده، بنابراین بروید و طرح خداوند را دنبال نمایید. به شما قول می‌دهم بهتر عمل خواهید کرد و زندگی شادتری خواهید داشت.